تو هم مثل من به تغییر صدا علاقه داری؟ پس باید تا آخر این ویدیو رو ببینی. سلام دوستان، علیم و به ویدیو جدید من خیلی خوش اومدید. همونجور که اول ویدیو گفتم میخوام تو این ویدیو تغییر صدا رو بهتون یاد بدم و بهتون نشون بدم که چطوری به کمک یک افکت میتونیم صدامون رو تغییر بدیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ آموزش ازتون خواهش میکنم که چنل منو سابسکرایب کنید، زنگوله چنل رو هم بزنید، بذارید روی آل که به محضی که ویدیو جدید بارگذاری میشه شما اولین نفر باشید و بیاید و اون ویدیو رو ببینید و همینطور ویدیو رو لایک کنید که این کار شما باعث میشه که ویدیوهای من به افراد بیشتری نمایش داده بشه. خب بریم سراغ آموزش. همونجور که میبینید من اینجا از محسن جان دوستم خواستم که یک صدا رو برای من ضبط کنه که من اینو پلی میکنم شما بشنوید. سلام، به کانال ما خیلی خوش اومدین. تو این کانال ما قرار برنامه‌های ادوبی رو با هم یاد بگیریم و بفهمیم ادیت به چه دردی میخوره و چه کارهایی میشه با اون کرد. پس با ما همراه باشید. خب همونجور که دیدید ما این صدا رو ضبط کردیم. حالا من میخوام این صدا رو به کمک یک افکت تغییرش بدم. برای این کار اول روی این دکمه افکت این بالا کلیک میکنم، میام روی بخش تایم اند پیچ و اینجا پیچ شیفتر رو کلیک میکنم. همونجور که میبینید یه پنجره برای من باز شده و طبق تمامی پنجره هایی که توی برنامه ادوبی آدیشن هستش ما این بالا بخش پریست ها رو داریم و در پایین بخش هایی رو داریم که به کمک اونها میتونیم صدای خودمون رو تغییر بدیم. ما اول این بخش پریست رو همونجور که میبینید میزنیم روش، بخش مختلفی داره که ما میتونیم از این پریست ها استفاده کنیم. الان ما کاری به این نداریم و پریست رو میذاریم روی حالت دیفالت. توی بخش دوم اگر من این نشانگر رو به سمت راست و مثبت ببرم و وایسم رو پلی کنم، میبینید که وایس من، یعنی میشنوید که وایس من خیلی صدای زیری به خودش میگیره. سلام، به کانال ما خیلی خوش اومدید. و اگر من این بخش رو به طرف چپ ببرم و به طرف منفی ها ببرم و روی منفی 12 بذارمش و پلی کنم، سلام، به کانال ما خیلی خوش اومدید. صدا خیلی صدای بمی میشه و شما به کمک این آپشن هایی که اینجا داره میتونید صدای خودتون رو تغییر بدید. همینطور میتونید از پریست های این بالا استفاده کنید که مثلا من یکی از این پریست ها رو انتخاب میکنم، مثلا The Dark Lord رو انتخاب میکنم و میام و اینجا صدا رو پلی میکنم. ببینید به چه شکل شد. خب شما میتونید به کمک این پریست ها بیاید و صدای تو این کانال ما قرار برنامه تغییر بدید. حالا و میتونید مثلا برای خودتون از این بخش استفاده کنید، یک صدای جدید خودتون بسازین و به پریست ها هم اضافهش کنید که من این بخش به پریست اضافه کردن رو توی آموزش 0 تا 100 ادوبی آدیشن بهتون گفتم که به چه شکلی و میتونید از اونجا این تکنیک رو یاد بگیرید، بیایید و اون رو به پریست تبدیل کنید و هر زمان که خواستید روی پادکست های خودتون یا حتی روی صدای ویدیوی خودتون اعمالش کنید و ازش استفاده کنید. این بود از آموزش امروز و بازم میگم اگر شما به ادیت صدا، ادیت فیلم و کلن به ادیت و برنامه‌های ادوبی آدیشن و برنامه‌های ادوبی شرکت ادوبی علاقه دارید میتونید کانال ما را سابسکرایب کنید، چون ما سعی میکنیم تمامی برنامه‌های شرکت ادوبی، برنامه‌هایی که توی حوزه ادیت هستش رو به شما یاد بدیم. قبلا 0 تا 100 ادوبی آدیشن رو یاد دادیم و به تازگی هم بخش جدید ادوبی پریمیر رو شروع کردیم و همینطور در آینده خیلی نزدیک هم بخش افتر افکت رو شروع میکنیم که میتونید بیاید و اون ویدیوها رو ببینید و تمامی این برنامه ها رو یاد بگیرید و برای خودتون یک ادیتور حرفه‌ای بشید، یک تدوینگر حرفه‌ای بشید. بازم ممنون از اینکه ویدیو رو تا آخر دیدید. اگر به ادیت علاقه دارید حتما چنل منو سابسکرایب کنید، زنگولش رو هم بزنید،
کامنت برامون بذارید، ویدیوهامون رو لایک کنید. این کار شما به ما انرژی زیادی میده که دوباره کانال رو از سر، کارهای کانال رو از سر بگیریم و انشالله آموزش های خیلی با کیفیت تری رو براتون بذاریم. از اینکه ویدیو رو تا آخر دیدید ممنونم و تا آموزش بعد خدا نگهدار.